con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Pope Francis has died. امروز 21 اپریل 2025 هست، دوشنبه بعد از عید پاک. مطلع شدیم که متاسفانه پاپ فرانسیس بعد از یک دوره بیماری در سن 88 سالگی فوت کردند. من این واقعه رو به خصوص خدمت ارامنه عزیز ایران و هموطنان مسیحی در سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. پاپ فرانسیس پیام‌آور دوستی و مهربانی بود. یادم میاد همین چند سال پیش ایشون به کانادا تشریف آوردن و در مسئله گورهای دست جمعی که مربوط میشد به دانش آموزان بومیان کانادایی که در مدارس مرتبط با کلیسا مورد بدرفتاری قرار گرفته بودن و یه سری گورهای دست جمعی کشف شده بود، ایشون تشریف آوردن، به صورت حضوری ادای احترام کردند و عذرخواهی رسمی کردند از طرف خودشون و از طرف کلیسا در مورد اون اتفاقات تلخ. میراث پاپ فرانسیس به باور من نه تنها برای مسیحیان بلکه برای تمام انسان‌های جهان حائز اهمیت خواهد بود. امیدوارم که مسیر او که مسیر پیشرفت و ترقی در اندیشه مذهبی بود ادامه پیدا کنه. یاد او همچنان در تاریخ زنده و گرامی خواهد بود. به قول شیخ اجل، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد.